اینجا اول روی چشم تکیه می‌فرماید. به حسب بیان نهج البلاغه می‌فرماید غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم. اینجا در این عبارت می‌فرماید فمضوا غاضین ابصارهم اما حرم الله علیهم. مضمونش یکیست، عبارت‌ها و کیفیت بیان فرق. شیعیان اهل بیت یکی از ویژگی‌هاشون اینه که چشمشون رو کنترل میکنن. وقتی میخوان چشم به یه چیزی بیاندازن نگاه کنن خیره بشن فکر میکنن این خدا اجازه میده یا نه، حلال است نگاه کردنش یا حرام. اونهایی که خالص‌تر هستند و مراتب تقواشون بالاتر هست به اینم اکتفا نمیکنن، میگن این نگاه کردن من فایده ای داره یا نداره. تنها به اینکه حلال باشه مباح باشه اکتفا نمیکنن. اگر دیدن فایده نداره میگن خوبه یه چیزی نگاه کنن فایده داشته باشه، قرآن بخونن، حدیث بخونن. یه فیلمی از زندگی مجاهدین رو از جبهه تماشا کنن، از زندگی علما و بزرگان ببینم. میخوام فیلمم ببینم از اون چیزا ببینم. چرا یه چیزی رو ببینم که منو دعوت به گناه میکنه؟ اول کنترل چشم، دوم کنترل گوش. اگر این دوتا رو با سعی کردیم کنترل کنیم اون وقت میتونیم در مقام عبادت و اطاعت بر بیاییم. چیزی که فهمیدیم خدا دوست داره کوتاهی نکنیم، مخالفت نکنیم. اما تا مادامی که چشم و گوش یله هستن هر جا بخواد به هر چیزی، هیچ وقت بر ارادمون مسلط نمیشیم، هیچ وقت بر ذهن خودمون مسلط نمیشیم. مطالعه میخوایم بکنیم دلمون میره این طرف به اون طرف، 1 ساعت پشت کتاب نشستیم پیش نرفته چیزی، 1 سطر مطالعه نکردیم. نماز میخونیم میگیم الله اکبر الفاتحه و السلام علیکم میگیم یادمون میاد داشتیم نماز میخونیم. اگه بخوام از این نماز استفاده کنیم از هر کلمه ایش یک درجه‌ای در بهشت به شما میده. نمیدونید نماز چه اکسیریه، بنده هم نمیدونم، اما اجمالاً از این روایات و اینا یه چیزه که به ذهنم هست که به این سادگی ها نیست. مثلا بیهوده سخن به این درازی نمیشه. اما اونایی که مزه‌شو چشیدن خیلی چیزا میگن. یکی از اساتید که تشریف دارن حیات دارن، خدا انشاءالله که طول عمر و سلامتی و توفیق بیشتر بهشون مرحمت کنه و برکات وجودشون رو بیشتر کنه، یه وقت میفرمودن که اگه سلاطینی که دنبال لذت‌های دنیا هستند میفهمیدند که نماز چه لذتی داره از سلطنت صرف نظر می‌کردند، فقط به خاطر لذتش ها. ما چه میفهمیم؟ ما فقط خستگیشو انها لکبیرة الا علی الخاشعین، یه بار سنگینیه برامون 2 رکعت نماز. اگه بخوایم از این نماز استفاده کنیم باید ذهن خودمون رو بتونیم کنترل کنیم، تمرکز پیدا کنیم، توجه داشته باشیم. اگه بخوایم توجه کنیم چشم و گوش را باید کنترل کنیم. این ساده ترین راه است. چشم میشه اینجوری پایین آورد، خیلی معونه نداره، خیلی معونه نداره. یه مقداری آدم تمرین بکنه راحت میشه. گوشم آدم وقتی میبینه یه چیزیست که مضر گوش دادنش، یه موسیقی حرام هست، غیبت هست، تهمت هست، حرف چرند هست، یه حرف دیگه میاره آدم واسه. اگر نمیتونه خب پا میشه میره یه جای دیگری که این گناهان انجام نگیره. این خیلی مشکل نیست، اما اینکه آدم بخواد هرچی دلش میخواد به ذهنش بیاد و هرچی نمیخواد به ذهنش نیاد، این کار مشکلی است. وقتی اون قدرت رو پیدا میکنه که آدم از چشم و گوشش مواظبت کنه.
غضوا ابصارهم اما حرم الله علیهم، از گناهان چشم میپوشند. وقفوا اسماعهم در نهج البلاغه علی العلم النافع لهم، اون که در اختیارشون هست گوششون را در راهی به کار میبرند که یک دانش سودمندی براشون حاصل بشه. اگه میبینند یه چیزی فایده ای نداره یا ضرر هم داره، مثل همین مثالهایی که زدم، گناهانی اصوات حرامی شنیدنش که فایده ای که نداره، علمی هم به آدم اضافه نمیشه، این گوشش رو صرف این کار نمیکنه، میره دنبال یه چیزی که حالا که من این گوش دارم از این میتونم یه چیزایی بشنوم، چرا یه چیزایی نشنوم که فایده داشته باشه. البته همونطور که عرض کردم اینا مراتب داره، معناش این نیست که حالا اگه یه جایی صحبت از علمی نبود آدم گوشاشو ببنده و که هیچ صدایی نشنوه. خب آدم یه چیزایی اضطراراً برای زندگیش لازمه بشنوه بدون اطلاعاتی داشته باشه. یه چیزایی مقدمه ایست برای تحصیل علم نافع. آدم وقتی میخواد درس بخونه باید مسافرتی بکنه یا از خونش بیاد بیرون بره سر کلاس درس به حرف استاد گوش بده. کارهایی که مقدماتی لازمه دیدن و شنیدن هایی داره، اینها مسلماً مطلوبه و جزء مقدمات عبادت حاصل میشه و ثواب داره خود اینا. اما اگر چیزهای برعکس شد، آدم بره سراغ یک مرکزی که در اونجا موسیقای حرام پخش میشه و هم قدمی هم که برمیداری اونم مقدمه گناه هست. پس بهترین راه برای اینکه ما بتونیم صفات شیعیان را در خودمون به وجود بیاریم کنترل چشم و گوش است. وفقنا الله و ایاکم ان شاء الله.